سرخط خبرها. ساکن خوروغ برای سرکشی از خدمت در ارتش زندانی شد. پیشگیری از قاچاق 10.5 تن پیاز به تاجیکستان و هشدار شورای علما به قیمت فروش ها در ماه رمضان. سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز دوشنبه 3 اپریل است. باران شدید در شمال تاجیکستان باعث جاری شدن سیل در این منطقه گردیده است. هرچند مقامات تا نشر این برنامه در این باره معلومات رسمی نشر نکردند، ولی از نوارهای کاربران شبکه‌های اجتماعی دیده می شود سیل اساساً به راه‌های ماشینگرد و کشتزارهای نزدیک به کوهستان تاثیر رسانده است. یک کاربر فیسبوک از چنین حالت در دهه شغنوی جماعت سرعزم شهر پنجکند خبر داده است. چند نفر دیگر از جاری شدن آبها بر راه ماشینگذاری شهر خوجند عکس و نوارها پهن کردند. از این پیش کمیته حالتهای فوق‌العاده از وضع باران شدید و هوای نامساعد در تاجیکستان آگاه کرده بود. خواننده صنف 10 مکتبی رقم 5 شهر کولوب که از طرف همصنفش با ضربه کارد زخمی شده بود درگذشته است. این خبر را هم نزدیکان او و هم نمایندگان شعبه کارهای داخلی شهر کولوب تصدیق کردند. حادثه 31 مارس روی داده همصنفی کاردزن این خواننده در حال پس از واقعه بازداشت شده بود. پلیس میگوید واقعه را تحقیق میکند. نام و نسب خوانندگان در اختیار رادیو آزادی هست، اما به دلیل حقوقی نشر نمی شود. آنها در صنف 10 میخوانند. مکتب رقم 5 یکی از کلانترین مکتب‌های شهر کولوب به حساب می رود. زن و زنی میان نورسان و جوانان در سالهای اخیر باعث به کشته و زخمی شدن چندین خواننده مکتب شده است. در چنین زن و زنی‌ها گاهی جوانان از کارد و سلاح‌های دیگر استفاده می‌کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینور یک نابالغ را برای زن و زنی و قتل همسالش به 11 سال زندان محکوم کرد. یک جوانی سن دعوت در مرکزی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای نرفتن به خدمت حربی به زندان محکوم شده است. با حکم دادگاه شهر خوروغ برای قصدن و به سبب‌های عذرناک حاضر نشدن به کمیساریات حربی سوربون کاملوف به 1 سال زندانی نظامش عمومی محکوم شده است. معلوم نیست که حکم دادگاه کی صادر شده است، اما دادستانی کل تاجیکستان روز 1 اپریل در نخستین روز دعوت بهاری جوانان به ارتش در این باره خبر داد. نظر جوان محکوم شده و سبب نرفتن او به خدمت حربی معلوم نیست. مقامات تاجیک در حال از حبس جوان در خوروغ برای نرفتن به خدمت ارتش خبر دادند که در تاجیکستان از روز 1 اپریل رسما دعوت جوانان به خدمت حربی شروع شد. امسال شهروندان سالهای تولدی 1996 و 2005 به ارتش جلب می شوند. با اطلاع رسمی جماعت وروخ شهر اصفهان نخستین شده نقشه دعوت را پر کرده است. این هم در حالی است که در چند روز اخیر ساکنان زیادی از چند جماعت اصفهان طریق پیامگیرهای رادیو آزادی از افزایش فشار بالای ساکنان و والدین دعوت شونده ها برای به خدمت بردن فرزندانشان خبر میدادند. مقامات تاجیکستان میگویند در سال 2021 از 9 میلیون نفری که برای کار به روسیه و کشورهای دیگر رفتند 13% زنان بودند. آنها را چی مجبور کرده است که کودکان و خانواده را گذاشته به روسیه بروند؟ همکاران ما در شهر دوشنبه از ساکنان و مهمانان پایتخت پرسیدند که چرا تعداد زنان تاجیک که فرزندانشان را در تاجیکستان میمانند و برای کار به روسیه میروند زیادتر می شود. تامینشون نمیکنن، سرشون نمیکنن، تنالشون رو باید زیما میگیرن، نودا برای میکنن. اینم قگپای تمام. زیاد به مهاجرت رفتن زنان به فکر شما برای جامعه چه عاقبت ها دارد؟ عاقبتش خوب نیست. با زنها باشن، فرزندشون رو تربیه کنن، کلان کنن، خانواده‌شون رو نگاه کنن، شوهرشون رو نگاه کنن. کار بین رفته است. زنها میخوان همراه شوهرشون باشن. اکثریت زنها برای با شوهرشون یک جای زندگی کردن برای همین میروند. مشکلات اقتصادی زندگی؟ حتی زندگی قریب همه دولت‌ها با همین خیر. با فکر من که زن‌های بسیار از شوهرشون وقتی جدا میشوند با سبب‌های همین وضع‌بینی زندگی و مهاجرت سفر می‌نمایند. با فکر من همین خیلی اویلا ویرونکنی بسیار شده بیاد. به فکرتون چیکار باید کنیم که زنها کمتر به مهاجرت روند؟
با فکرم این مردم باید مسئولیت حس کنن برای زندگی رو نغز براه ماندن، تربیت فرزندان درست براه ماندن سعی و کوشش نمایند. زنها رو مقصد به این راه روانه نگردن. آدمان پیشتر با فراست بودن، با عقل بودن، کار میکردن، مهنت میکردن. وزیرو اکود نمیدونم بسیارش بیکارچی شراب مینوشد. با مهاجرت رفتن زنان، یعنی زیاد با مهاجرت رفتن زنان برای جامعه چی تاثیر دارد به فکر شما؟ به فکر من چگونه پس زدن دولت میشد میخواد ممکن به فکر من میخواد. چگونه پس زدن؟ نمیگویند که مردکاش کار نمیکنند و زنها کار میکنند. زندگی مجبور میکند اگر تنبور شوهر نداشته باشند مجبور که خودشان رو به مهاجرت. بعد دیگرش این که حاضر زندگی هم تنقیصش زیاد است، از این لحاظ معاش هم رپوش نمیکند، همه اون رسخوده که باید میکنند همین سبب کتیم. عثمانعلی نورزاده معاون رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان در ولایت ختلان از صاحبکاران دعوت کرده است که در ماه رمضان نرخ‌ها را بالا نبرند و در پیشنهاد محصولات نیازی اولیه مردم با انصافانه رفتار کنند. این مقامدار شورای علما تاکید کرده است که اگر صاحبکاران در این ماه نرخ محصولاتشان را به اساس بالا برند مرتکب گناه می شوند. او هنگام صحبت با نشریه رسمی ولایت توضیح داده است که اگر صاحبکار محصولات را با نرخ گران پیشنهاد کند، خریدار با سبب احتیاج ناراضیانه محصولات را خریداری می کند که این برابر حق کسی را خوردن بوده است. در ماه رمضان نرخ برخی نوع‌های سبزیجات و مواد غذایی در بازارها بالا رفته است. ساکنان تاجران را به انصاف دعوت می کنند، ولی تاجران می گویند به دلیل نرخ‌ها را بالا نبردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از کوشش انتقال بیش از 10 تن پیاز به تاجیکستان جلوگیری کرده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی کمیته امنیت قرقیزستان، کارمندان این نهاد روز 31 مارس در ولایت بادکن هنگام انتقال 10.5 تن پیاز به تاجیکستان 3 ماشین بارکش تمغه مرسدس اسپرینتر را منع کردند. به اطلاع منبع فعلا هر 3 ماشین با 10.5 تن پیاز در حدود بانگاه سرحدی ارتباط نگاه داشته می شود و تفتیش این قضیه ادامه دارد. مقامات امنیت قرقیزستان ارزش پیازی از قاچاق بران گرفته شده را بیش از 500,000 سوم یا نزدیک 6,000 دلار حساب کردند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بقازاده همراه می بینیم. 3 апрели соли 1931 дар тоҷикистони шӯравӣ бойгонӣ ё архиви давлатии тоҷикистон таъсис шуд ки то имрӯз ҳуҷҷат, акс ва дигар маводи таърихӣ ва ҳам махфиро нигоҳ медорад. маводи дар ин бойгонӣ ҳифзшуда аз соли 1850 то имрӯзро дар бар мегирад ва манбаи муҳими иттилоотию таърихӣ ба ҳисоб меравад. истифода аз бахшҳои махфии ин бойгонӣ бо иҷозатномаи махсуси ниҳодҳои марбута имконпазир мешавад. ба фарқ аз ҷумҳуриҳои дигари иттиҳоди шӯравӣ дар тоҷикистон бойгониҳои махфӣ ҳаргиз дар дастраси он қарор нагирифтанд. 3 апрели соли 2008 дар як маросими камсобиқае дар душанбе вазири вақти корҳои хориҷии тоҷикистон ҳамроҳхон зарифӣ ва комиссари олии созмони милал дар умури паноҳандагон Антонио Гутерреш эъломияи расмӣ дар бораи эҳдои ҳаққи иқомат ва шаҳрвандии тоҷикистон ба 1000 паноҳҷӯи афғонистониро имзо карданд. ҳатто баъди ин маросим ҳам ҷараёни дарёфти ҳаққи зисти расмӣ ва шаҳрвандии тоҷикистон барои паноҳҷӯён дар ин кишвар осон нашуд. 3 апрели соли 2020 вайрон кардани қасри раёсатҷумҳурии тоҷикистон шурӯъ шуд ки давоми 10 солаҳо чун бинои кумитаи марказии ҳизби коммунисти ин ҷумҳурӣ хидмат кардааст. ин бино соли 1957 бунёд шуда маҳалли кори мансабдорони сатҳи боло, маркази тасмимгириҳои сиёсӣ ва шоҳиди ҳодисаҳои таърихие ба монанди баҳманмоҳи хунин ва гирдиҳамоиҳо дар оғози солҳои 1990 будааст. тахриби бинои қасри пешинаи президент дар чаҳорчӯби генплан ё нақшаи куллии шаҳри душанбе сурат гирифт, вале бисёр сокинони собиқадор тасмими аз байн бурдани бинои таърихӣ бо ҳашаматро танқид карданд. бонки миллӣ арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, ташаккур ки моро тамошо кардед. давоми рӯз ҳамкорони мо бо ахбори аз ин бештар дар барномаи Сархат ва ахбори озодӣ шуморо мунтазиранд. то фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳбонатон.